باشه. نام شما؟ حشمت رستم جان، حشمت ساکن ناحیه 8. از ناحیه اشتا. بله. تشکر زیاد. بایدلوی رجب هم میشناسین؟ بله، من استاد ولی رجب از سال 1983 که دانشجو بودم 25 و در این تئاتر هم کار میکردم. به حیث که منتراش سینه میگن کار میکردم. امروز استاد وایدلوی رجب زادروز داره. تمنیات شما نسبت استاد؟ اولا که امروز روزی سعید است، روز جمعه است. دیگر اینکه خرسندی بالای خرسندی کشورهای مشکل است که نام یک خرسندی تمام مسلمان. و دیگر برای استاد ما اصلا پیش از همه عمر دراز طولانی و سربلندی و موفقیت‌های بزرگ در این جاده سند برای آنها تمام دارم و می‌خواهم که فرزندکان ایشان هم دوامدارگانی پدر شوند. زنده بودن این آنها من مردم را نقض ولی نشد، لیکن بزرگ میگن که بزرگان بعد رفتنشون مردم به قدر آنها میرسند. همچنان که سعدی میگوید زنده و جاوید مان هر که نکونام زیست که از عقب و ذکر خیر زنده کند نام را. من با باور دارم که این تمنیات، این آرزوی من آرزوی شخصی من نیست. این تمنیات به طبعی که تمام مردم تاجیکستان و ویژه اون تاجیکایی که برون از مرز تاجیکستان هستند. زنده باشین. اون هنرپیشه است که تماشابین خودش دارد و من میشمارم که استاد عبیدالله رجب از زمره هنرپیشه هایی است که تماشابین خودش دارد. مردم برای عبیدالله رجب قطعه می آمدند و استاد نصیحتی خاطر جمع و بهترین لحظه ها و خوشی های زندگی را که لحظه میگویند در جمع خوشبختی را تمنا دارد.